درباره منفیت شیر مادر به خود مادر و فرزند معلومات بدهید. اول ساله در ناحیه بخش تا 5000 کودک نوزاد تولد می شود. از اینها 99 زیاده از 98% در تولدخانه تولد می شوند. برای سالم بودن و رشدن کودک بهترین غذایی که برای کودک لازم است این شیر مادر می باشد. در تولدخانه در ساعت‌های اولین بعد تولد، در نیم ساعت اولی بعد تولد و کودکان شیرمک شیر شینه داده می شود. وقتی که کودک تولد می شود ناف را جدا نکرده یک بره در بالای شکم مادر میگذارند، چون که کودک خودش سینه مادر را کفته می‌یابد. این اگر وقتی که اولین مرتبه کودک در دوره اولی تولد سینه مادر را گیرد، شیر از همه بهترین شیر فیلاشیر ما میگیم، برای که این بهترین غذایی است، کم کی باشد هم برای کودک بسیار منفعت دارد. فیلاشیر کودکان را از بسیار بیماری‌هایی که سیرایت کننده میباشند محافظت می‌نماید. موافقی برای سینماکانی ما پرینسیپی سینماکانی خالص داریم که 10 قدم اساسی می باشد. اولا اینکه همین غذای متعدد برای کودک این شیر مادر می باشد و موافق خواهش کودک داده می شود. شب هم در دوام شب هم تا 2-3 مرتبه داده شده، در دوام روز بیشتر از 12-14 مرتبه سینه داده می شود. ما بسیار دکتران نگاه میکنیم که همین بعضی کودکان سینه را نقض مکیدن نمیتونند. ما به مادران توصیه میکنیم که چقدر درست نگاه داشتن کودک را در بغل نشان بدهیم برای درست مکاندن کودک. اگر اکثریت شیر مادر چی است؟ ما گفتیم که یکم که کودکان را از بیماری های سرطانی محافظت مینماید. دوم که برای سالم بردن انکشاف یافتن کودکان لازم می باشد. در نشان داده شده است که در شیر مادر بعضی الیمنت هایی هستند که برای عقل ناکشوی کودکان، برای رشد عقل ناکی کودکان نهایت ضرور می باشد. تجربه نشان میده که همان کودکانی که شیر مادر می‌خورند با عقل‌تر می باشند نسبت به دیگر همسالان خودشان، آنها عقلشان نقض می باشد. بعد دیدیم که شیر مادر همین از ترکیب خون که جدا می شود با خون کودک موافق می باشد. یگان علامت های حسیاتی دارن نمیتید و تازه می باشد، موافق معیار می باشد. و خون توصیه میتیم که کودکان تا 6 ماه تنها شیر مادر خورد، چون که همین شیر مادر در ترکیب خود قریب 80% آب دارد که همین آبی که برای کودک لازم است پورا تامین میکند. بعد دیگر الیمنت هایی که سفیده دارد، دیگر میکرو الیمنت ها دارد، دیگر روغنداکی دارد که این برای ترقیات افزایش کودک موفق می باشد. دیگر از برای که همین است که ما توصیه میکنیم تا 1 سالگی کودکان را تا 2 سالگی از شیر مادر استفاده برند. برای مکاندن شیر آزاد دادگی که کودکان میتونن آزادانه کدام ساعتی که خواهد شیر مادر مکد. در شعر هست که میگه که گویند که برای سواد مادر پستان به دهان آموخت. همین وقتی که مادر که تولد کرد، ما از روز اول تولد تا 2 سالگی شیر مادر میتیم.